قرضی معاش در حداقل 3 نقطه تاجیکستان یک برابر افزوده به 51 میلیون سومانی رسیده است که در چند سال اخیر بسابیقه بوده است. پشت این رقم ها صدها نفر از کارمندان اداره های بودجوی میستند که ماهها حق مزد خود را دریافت کردن نمیتوانند. مقامات سبب تأخیر در پرداخت معاش را به سری وقت جمع نشدن اندازها ربط میدهند، اما کارشناسان میگویند مشکل در مدیریتی نادرست در مقامات اجرایی محلی میباشد. احمد قادروف 3 ماه است که معاش خود را دریافت نکرده است. اسم این مرد 60 ساله با خواهش او تغییر داده شد چون که او نمیخواهد این مصاحبه آشکارای او فردا باعث مشکل در کارش شود. میگوید اگر از همین کارش هم ماند حالش خیلی بد میشود. و در یک اداره دولتی شهری وحدت کار میکند. به گفته خودش با سبب بیپولی در این آخرها بسیار شده است که مواد غذا را از مغازه های محلی قرض میگیرد و قرض او در کتابچه فروشگاه تا رفت افزایش مییابد. میگوید گاهی پسرش به او کمک پولی میرساند ولی او هم نه همیشه امکان دارد به پدر یاری رساند. احمد قادروف گفت این مسلم است که ما میدونیم که جوانها فرزند کلان ندارند که ویها را دستگیری کنند. یک طرف دیگر ویها مثال اگر معلم باشند یا که کارکنی فرهنگ باشند و یا یگان فرزند کلانی ندارند که ویها را دستگیری کنند و آنها میمونند در نیمه راه حیات به معاش، دلخنک و اکثریت جوانان رو میورند به مردکاری. احمد قادروف میگوید نبود معاش و کیسه خالی او را حتی در نزد نبیره خردسالش ملزم کرده است. میگوید به پرسش های نبیره‌اش برای گرفتن شیرینی دائما وعده پگاه میدهد، وعده که خودش نیز به عمل شدن آن اعتماد ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند مشکل دریافت نکردن معاش حالا در 3 شهر کلانترین تاجیکستان باعث نگرانی است. کارمندان بخش بودجوی در شهرهای وحدت، ترسونزاده و حصار میگویند 2-3 ماه میشود که در انتظار حق مزد خود میباشند. رجب سردار ریاستی رابطه های مهنتی و سطح زندگی وزارت مهنت میگوید تا اول ماه سپتامبر قرض معاش در تاجیکستان به مرز 51 میلیون سومانی رسیده بود و در 2 ماه اخیر تنها 3 میلیون آن پرداخت شد. با گفته جناب رجبوف این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته نزدیک 28 میلیون سومانی زیادتر است. همچنین حساب بعضی شهر ناحیه‌های تابع جمهوری از اون جمله شهر ترسونزاده، شهر وحدت و ناحیه حصار یعنی قرضداری مزد مهنت در ساحه بیوجت یعنی موجود است که سبب آن اصلا اجرا نشدن نقشه بیوجتی محلی می باشد. از طرف مثلا وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان پوره یعنی سوبسیدی ها داده شدن و آن شهر ناحیه‌ای که یعنی دتاتسیونی است پوره مبلغ گذاری میشن. معاش قسم حفظ شونده بودجه تاجیکستان به حساب رفته باید در قدم اول مبلغ‌های بودجه به اجرای آن روانه شوند. بودجه تاجیکستان هم بودجه اجتماعی بوده، قسمت بیشتری مبلغ‌های آن به بخش معارف و تندرستی روانه شدند. ساحه‌هایی که حالا نمایندگان آن در چندین قسمت‌های تاجیکستان از سر وقت نگرفتن معاش شکایت دارند. مقامات در حال تأخیر در پرداخت معاش را به اجرا نشدن بودجه ربط می‌دهند که تحلیلگران میگویند مشکل اصلی در مدیریتی نادرست و تقسیمات نادرست مبلغ‌های بودجوی میباشد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید یکی از سبب‌های اساسی که مبلغ‌های بودجوی به دست مردم همچون نفقه یا معاش نمیرسند در بی ترتیبی تقسیمات بودجه از طرف وزارت مالیه میباشد. مسائل اجتماعی یکی از مسائل مهمترین و اولین درجه و برتری داشته حکومت جمهوری تاجیکستان با شمار می‌رود. بله کریزیس مدیریت هست و این جای بحث نیست. وقتی که شما میدانید که این آدمایی که بگیم آدمانی تصادفی بیشتر به سر مقامات اجرایی میان و اداره میکنند چون هیچ کارها سر میزنند. مقامات تاجیکستان میگویند شهرهای وحدت، ترسونزاده و حصار نقشه بودجه را اجرا نکردند و محض به این خاطر در پرداخت معاش کارمندان بخش بودجوی در این شهرها مشکل پیش آمد. اما یک همصحبت ما از حکومت شهر ترسونزاده میگوید مشکل سری وقت جمع آوری نشدن انداز و همین طور پرداخت نشدن معاش به جشن‌های پرشکوه ربط میگیرد که اخیراً در این 3 شهری حالا گرفتار مشکل برپا شد. چون به گفته این همصحبت رادیو آزادی برای در سطح خوب تجلیل کردن این جشن‌ها قبلا از صاحبکاران اندازه 1 سال پیشکی ستانیده شده خرج جشن‌های پرشکوه شد. میزان معاش در تاجیکستان پسترین در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. عین زمان میزان میانه معاش در تاجیکستان $120 آمریکایی را تشکیل میدهد.